گمان میکنم خدایان با دستهای خود تو را ساخته و به زیبایی آراستند. تو این چنین فکر نمی کنی؟ هونیفر پیشکار قصر ما را به اینجا بخواد. این را در زیر لباس خود پنهان کرده بود. این سند فروش یوزارسیف است بانوی من. شخصی به نام شمعون یوزارسیف را به مالک فروخته است. این باید در خزانه قصر ما باشد، نه نزد تو. هر تو میل شماست. بانوی من، یوزرسیف را به تو می سپارم. من می خواهم او درست تربیت شود، روش زندگی در قصر و رفتار با بزرگان را بیاموزد. اطمینان دارم که پیشکار لایق قصر ما به راحتی از عهده این مهم برخواهد آمد. فکر میکنی این تعظیم او از سر علاقه و احترام است؟ این بیابانگرد گوسفند چران اصلا نمیداند برای چه دلا شده است. آن وقت شما توقع دارید تعظیم او از سر احترام و علاقه باشد؟ در این لباس چقدر زیباتر شده. آشکارا از او تعریف نکنید، مغرور می شود. با من بیا. اینجا را که دیدی اتاق مخصوص میهمانان نورچشمی و خیلی نزدیک زلیخا و پوتیفار است. برای رسیدن به این اتاق باید از این 7 دری که ما گذر می‌کنیم گذشت. این 7 در را قلف‌های محکمی است که اگر بسته باشد احدی را توان ورود و خروج به این اتاق نیست. کلید این درها فقط در دست بانو زلیخاست. و این چشمانداز زیبای قصر ماست. و از اینجا نیل بزرگ ما در مصر به خوبی قابل مشاهده است. و در آن سو در غرب دنیای اموات مشاهده می شود. با من بیا. اینجا اتاق مخصوص بانو زلیخاست. او اشرافزاده‌ای مغرور و متکبر است. مراقب باش هیچگاه از فرامین او سرپیچی نکنی. برویم. اینجا اتاق استراحت و کتابخانه مخصوص جناب پوتیفار است. پوتیفار دومین مرد بزرگ مصر است و تو باید یاد بگیری که در برابر او و دیگر بزرگان چگونه کرنش کرده و با آنان احترام گذاشته. او نیز سوفر، کتابدار و کتابخانه مخصوص جناب پوتیفار است. برویم. اینجا محل صرف غذای جناب پوتیفار و بانو زلیخاست.
من باید یوسف را نجات دهم. باید راهی بیابم. مگر یوسف در اسارت یا بند و زندان است که نجات دهی؟ در هر حال او یک برده است. اما او در آن قصر باشکوه شباهتی به برده نداشت. اگر قفس پرنده زیبا بود، آن پرنده اسیر نیست؟ من هیچگاه مصر را ترک نخواهم کرد مگر یوسف را نزد یعقوب نبی ببرم. ولی تو دیدی که عزیز مصر و همسرش یوسف را دوست داشتند. اما نه به اندازه یعقوب نبی. من یقین دارم که او در آتش فراق یوسف می سوزد. ولی مالک، یوسف گفت که آمدنش به مصر به اراده خداوند است. این آخرین سفر تجاری من بود. هرچه زودتر کالاها رو بفروشید و به سوی بابل باز کردید. اینجا محل زندگی برده ها و خدمتکاران است. اینها همه کارگران قصر پوتیفار هستند. یا در قسمت‌های مختلف قصر کار می‌کنند یا در مزارع پاپیروس و پنبه به کشاورزی مشغولند. تعدادی از مردها و زنها همکنون سر کار هستند. در هر یک از این اتاق‌ها یک خانواده زندگی می‌کنند. چرا اینها این همه فقیر و بیچیزن؟ چرا عالی جناب پوتیفار به اینها توجه نمی‌کنه؟ وضع خدمتکاران قصر و کارگران مزارع در طفس به مراتب بدتر از این است. ما به اینا جا، مکان و غذای مرتب میدیم و از اینها و بچه‌هایشان مراقبت می‌کنیم. من میتوانم به دیدار اینها بیایم؟ چرا که نه؟ ولی بهتر است از بانو زلیخا و عالی جناب پوتیفار اجازه بگیریم. اینها برده های مخصوص حمل کجاوه هستند. در اینجا تومارهای پاپیروس تهیه می شود. درود بر عالی جناب پویفر. پاپیروس برای کتابت است. ما برای کتابت از پوست حیوانات استفاده می‌کردیم. این خیلی بهتر از پوست حیوانات است. تو نوشتن می‌دانی؟ آنچه مرا خلق کرده نوشتنم آموخته است. این خیلی خوب است. برده‌ای که نوشتن می‌داند برای اربابش نعمتی است. گفتی از که آموختی؟ از مربی و صاحب اختیارم. او همه زبانها را می‌داند. بسیار خوب. بروید.
اینجا محل بافت کتان است. کتان همان پارچه است که به دور کمر می‌بندیم و از آن لباس درست می‌کنیم. نازکترین کتانی که اینجا بافته می‌شود به کتان سلطنتی معروف است. این کارگاه فقط برای اهالی قصر کتان می‌بافد. بانو زلیخا اشرافزادی است مصری که در این کارگاه زیباترین پارچه ها برای ایشان بافته می شود. بروید. اینجا کارگاه سفالگری. درود بر آل جناب هویفر. تعدادی از لوله های انتقال آب در اثر عبور عرابه شکسته است. آنها را تعویض کن. این اندازه است جناب پیشکار؟ آری آن اندازه است. سفالهایش را درست کرده تعویض خواهم نمود. بسیار.